برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. السلام علیکم و رحمت الله. تماشابینان عزیز، در برنامه دیدگاه شوکت محمد با شما هستم و امروز درباره فضای سیاسی کشور و انتخابات پرزیدنتی که بعد 2 روز سنه 11 اکتبر برگزار می شود صحبت میکنیم. به انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان همگی 2 روز مانده است. انیقترش تنها فردا. اما ملت نتوانست شاهد آن شود که چند نامزدها با هم مناظره یا دیبت کنند. در انتخابات های پرزیدنتی پیشین نیز یگان مراتب نامزدها مناظره نکرده بودند. اگر مناظره هم کرده باشند، همین رئیس جمهوری فعلی که گویا دایم برنده میشد، یگان بار با یگان نامزد مناظره یا دیبت نکرده است. با یگان نامزد روبرو نشده است. نزدیک به 20 سال است که با یگان روزنامه نگار با استثنای 1-2 خبرنگار خارجی سپارشی روبرو نشده است. نشست مطبوعاتی برپا نکرده است. طبق قانون که باید مسئولین هر 6 ماه 1 مرتبه نشست مطبوعاتی برپا کرده به روزنامه‌نگاران گزارش دهند و به سوال روزنامه‌نگاران جواب دهند، امامعلی رحمان خودش را پیش مردم مسئول نمی‌داند و برپا کردن نشست مطبوعاتی رئیس جمهور را به خود روا نمی‌بیند. حال آنکه رهبران کشورهای اندک مردمی کوشش می‌کنند پیش مردم گزارش دهنده و مسئول باشند. طول 28 سال یگان مراتبه مردم شاهد نشده است که این پرزیدنتش کی بدون ورق 2-3 جمله را به هم چسبانیده گپ زده باشد. این نفر 28 سال است که بارها قانون را محض برای بقایش در منصب خودسرانه تغییر داده در قدرت ماند. 10 عنوانهای بالاخانه‌دار را به خود گرفت. حالا باز می‌خواهد در سر قدرت ماند. شاید اگر خوشگمانی کنیم یگان مقصد خوب و یا یگان برنامه به آخر نرسیده دارد که میتواند در حالت تکرارا پرزیدنت شدنش به اجرا رساند. اما در این مدت ها دیدیم که همه برنامه ها روی کاغذ مانده اند، اجرا نشده اند. طول 4-5 سال اخیر 10-12 ماشین چاکدوزی تمام گوشه و کنار تاجیکستان را با قیچی امامعلی رحمان دور زده برآمد. 10-12 ماشین چاکدوزی را میگیرند، پیش از پرزیدنت به یک ناحیه میبرند، به یک بنا میمانند، در آنجا پرزیدنت کارگاه دوزندگی باز میکند. چند دستگاه طبی بیچاره کدام تشکیلات خیریوی 8-10 سال پیش تحفه کرده، تمام ناحیه‌ای که امامعلی رحمان سفر میکند 1 ماه پیشتر برای پیشوازش این دستگاه ها به آنجا سفر کرده در یگان بینایی دکوراسیون شده نصب کرده میشوند. همین که جناب قیچی رفت، دستگاه ها نیز از عقبش میروند و باز در یگان ناحیه به پیشواز آماده میشوند. اکنون حالا همه میداند که همین جنابشان باز از چند خاله چیغگول به خود رقیب ساخته انتخابات پرزیدنتی میگذراند. باز 7 سال دیگر ما همانی را در کرسی رهبریت کشور میبینیم که طول 28 سال دیده آمدیم و هیچ چیزی به طور نظررس تغییر نیافت. حالا این نفر را چند زیاییان تبلیغ میکنند. گویا به تبلیغ نیازی باشد. چندین لگن برداران و خاله بیغمان در وصفش شعر و ترانه میخوانند و حتی علمای اسلامی او را سایه خدا میگویند و فتواها صادر میکنند که شخصی مطلق همین است و جز این نیست. ایده هم علیکی باور کرده اند که دیگر مادر تاجیک رئیس جمهور تولد نمی کند. تا به حال حد اقل نه از حزب سیاسی مخالفی در خارج بوده،
نه از این احزاب سیاسی رسمی در کشور دل گرده کسی نکرده است که بگوید آی مردم، انا این گونه برنامه دارم، برنامه رشد، برنامه سازندگی، وحدت آفرینی در این قدر سال آینده در عمل پیاده میکنم. کسی پیدا نشد. حتی شاهد این هم شدیم که در انتخابات پرزیدنتی گذشته رقیب انتخاباتی امام علی رحمان به جانبداری امام علی رحمان در معرکه انتخاباتی تبلیغ میکرد. یادتان هست؟ در یگان جای دنیا همین خیلی انتخاباتی پرزیدنتی دیده بودید که نامزد به جای خودش را تبلیغ کردن رقیبش را تبلیغ کند؟ این را ما فقط در تاجیکستان میبینیم. تنها در تاجیکستان. گفت روزها اونیکال نیست نه. کشوری نیست اندر جهان. همین شرایط امروزی مردم ما حتی در کشورهای افریقا می بود، مردمش نمی توانستند تا این حد صبر کنند. تشکر به مردم عزیز تاجیک که به امید آینده نیک همه این شیطانیگری ها را تحمل می کند. اما روشن نیست این آینده نیک که آرزوی به گور برنده شده است اقلا کرامت انسانی کی رعایت می شود و کی یک تاجیک خودش را انسانی آزاد و کامل حقوق و وطندار احساس کرده با سری بلند در کشور زندگی میکند و با سری بلند سفر میکند و حکومت کشورش در خارج از کرامت انسانیش حقوق آزادی هایش دفاع میکند. به همین حالتی که به سری ملت آمده است و این گونه رهبر طولی 28 سال فرعونی میکند، تنها خودش گناهکار است یا باید که برای تغییر وضع حتما ملت تصمیم خودش را بگیرد؟ تنها همین فرعونمان گناهکار است یا ما ملت باید کاری بکنیم؟ من اینجا میخواستم از کارشناس امور دینی اسلام الدین سیدوف که مهمانی برنامه امروزه ما هستند بپرسم که چرا علمای دینی کشور به این خلاصه رسیدن که به همه این ناعدالتی ها باید خاموش بود و با چشم پوشیدن از همه این نقض حقوق و آزادی های دینداران باز هم از این رژیم دفاع کرد و هر که از عدالت گپ میزند او را برابر مقامات افراطی و تندرو نامید. برای چی این خیل است؟ یا فرمود دین همین است؟ به نام خداوند بخشنده مهربان، در رابطه با سوالی که شما برادر گرامی مطرح کردید باید خاطر نشان ساخت که این مشکلی یعنی اختیار کردن خاموشی از جانب علما و دانشمندان دینی در مقابل این همه ظلم و ناعدالتی هایی که از جانب رژیم امروزه بالای مردم صورت میگیرد واقعا یک مصیبت بزرگ است و یک جریمه بزرگ است، هم برای ملت و هم برای مثلا خود این مثلا افراد و هم برای دین و عقیده و باور این مردم. چون وقتی که یک دانشمند، یک عالم مشاهده میکند و میبیند که هر روزه مردم مورد اهانت، مورد تحقیر، مورد ظلم و ستم رهبران مثلا قرار میگیرند و اون خاموشی را اختیار میکند، مردم عوام به این باور میرسند که این اعمال و این کرداری که از جانب حکومت بالای مردم صورت میگیرد اینها واقعا درست هستند، دارن کاری درستی انجام میدهند. چون اگر این اعمال اینها اعمال درست نباشد این علما و دانشمندان خاموش نمی ایستادن و در مقابل این می ایستادن. وقتی که علما و دانشمندان به این خلاصه رسیدن که باید سکوت را اختیار کنند، این هم ضربه به خود اونها وارد می شود از نگاه قرآن و از نگاه حدیث که اونها را خداوند مورد نفرین و مورد مثلا لعنت خود قرار میدهد. هم برای حاکمان ضرر هست،
حاکمان هم فکر میکنن که مثلا وقتی که این علما خاموش هستن ما هم داریم کاری درست انجام میدیم و هم ضربه بالای مردم و ظلم بالای مردم میشود که مردم مثلا علما و دانشمندان برای مردم یک راهنما هستند. وقتی میبینن که علما و دانشمندان خاموشی را اختیار کردن اونها هم به این باور میرسن که این کار حکومت و این رفتار حکومت با این درست هست و حکومت این حق را دارد که بالای مردم این کارها را انجام بدهد. واقعا این یک مصیبت است و یک جریمه بزرگ محسوب می شود که هم خود علما هم حکومت و هم مردم از این ضربه میخورند. اما چرا علما به این خلاصه رسیدن و خاموشی را اختیار میکنن؟ این چند سبب و عامل ها دارد، عامل های زیادی دارد که میتوان گفت عواملی که یک دانشمند و یک عالم را وادار میکند که در ابراز حقیقت، در گفتن حرف حق خاموشی را اختیار کند، میتواند سبب عامل اجتماعی باشد، عامل اقتصادی باشد، عامل سیاسی باشد، عامل دینی باشد، حتی عامل علمی هم باشد. یعنی که وقتی که مثلا یک دانشمند، یک عالم وقتی از واقعیت عقب میماند دیگر اون حرفی برای گفتن ندارد. فکر میکند که این مثلا حکومت و این حکومتداری که در ما هست این بهترین حکومتداری است. وقتی از واقعیت روز عقب مانده هست دیگر حرفی برای گفتن ندارد. این چونین مثلا عامل های مثلا دینی می شود، عامل دینی هم اینجا تأثیر دارد و در مثال امروزه کشور ما بیشتر می توان گفت عامل های سیاسی هستند، عامل اقتصادی و عامل های اجتماعی هستند. چون یک دانشمند وقتی که بخواهد یک سخن حق را ابراز دارد حتما فردا از جانب مقامات قدرتی به سراغ اون می آیند و اون نه تنها اون حرفی گفته اش را محاکمه میکنن بلکه هزار تهمت و بهتان دیگر را بالای اون بار میکنن و او را مثلا گرفتار مثلا چی بلاهایی را بالای سر اون میارن. حتی ببینید در اروپا مقصد وقتی که یک نفر به عنوان مثال من از اینجا وقتی که صحبت میکنم من در اروپا هستم و یک شخص آزاد و مستقل هستم و هیچ ارتباطی با خانواده‌ام ندارم، وقتی که من در اروپا صحبت میکنم میبینیم که فردا پس از نشر شدن این یک صحبتی من حتما پدر و مادر من به مقامات قدرتی دعوت میشوند و مورد ظلم و ستم و فشار روحی روانی از جانب اونها قرار میگیرد. پس تصور کنید که اون یک شخص عالم و دانشمند از داخل کشور وقتی که حرف حق را میگوید بالای اون چی مصیبت از جانب این حکومت وحشی آورده می شود. ببینید تماشابینان عزیز، هم ملتان گرامی، اصلا وقتی میبینی هم علمای دین و هم زیایان کشور به لب مهر زدند جوانان دانشمند کشور باشند گویا محض برای گفت روزها پیشکه بودن به دنیا آمده باشند و مکتب و دانشگاه خوانده باشند، به جای آن که از استعداد و ملکه دانش خود درک دهند به ملت این باور را دهند که فرزندانش بر روی کار آمده ایستاده اند و زمام این حکومت و دولت را به دست گرفته ملت را از ورطه عقبمانی بیرون میکشند. هنر بلندترینشان مدح سرایی و پیشوا پرستی می شود. هیچگاه در جای پیشوایشان دل گرده خود را تصور کردن ندارند. این جوانان ما، این زیایان ما، این دانشمندان ما. زیایان استادان دانشگاه نیست همچنین. از چنین استادان بلب مهر بسته و غلام طبعی پیشوا پرست دانشمند زیایی که به حق و حقوق آزادی های خود احترام قائل نیست چگونه شاگرد میبراید و آینده زمام این ملت را به دست میگیرد؟ چرا زیایان ما، زیایان جوان هم زیایان پیر سال دیده جرأت در سیاست خود را سنجیدن را ندارند؟ چرا؟ اگر به سیاست هم رفتند
حتما میخواهند در سایه باشند. صداشون کسی نشنود. همین در سیاست هست. گفته روزها ردی گالوچکا. چرا؟ ما به این سوال از کارشناس روزنامه‌نگار امرالله نظام نظر پرسیدیم. بیاید با هم بشنویم. من فکر میکنم که اکثر اونهایی که در داخل تاجیکستان هستند و یک نوع خاموشی نمیدونم، ولی علنا کسایی که جانبداری میکنن، اگر آشکارا جانبداری میکنن سخن درباره اونها برود، فکر میکنم که اونها با دو مقصد این کارها رو میکنن. یکی اینکه کسانی هستند که چاپلوس هستند و چاپلوس همیشه کارش چاپلوس. امروز اگر این حکومت رفت، فردا یک حکومت دیگر بیاید، باز هم همون کاراشون مثل امروز دوام میدهند. مهم برای اونها بخلجان نیست، که مهم برای اونها صاحب بخلجان و یا اینکه کسی که بخلجان را میخورد است، یعنی و یا اینکه بادرینگ. مهم برای اونها یک بادرینگ و یا اینکه یک خربوزه و تربوز نه، بلکه مهم برای اونها ماندن در همون مقامی که هستند. هر کی اگر بالای اونها بیاید از اون تعریف و توصیف میکنند و هر کی هم اگر امروز رفت فردا اون را نفرین و لعنت میخوانند. این یک پهلوی مسئله. پهلوی دومی مسئله این افرادی که همچون پیروان نمیدونم خودفدایی هایی که خود پیشوا خودشان را به نوع میتراشن و اعلان میکنند، فکر میکنم اینها کسانی هستند که با خاطر دو کار این کارهای خودشان را، به خاطر دو هدف این کارهای خودشان را انجام میدهند. یکی اینکه حکومت و مقامات دانند که اینها کسانی هستند که در پهلوی حکومت قرار گرفتند. این یک پهلوی مسئله، یعنی اینها کسانی نیستند که ضد حکومت سخن میکنند. و پهلوی دیگری مسئله این هم یا هدف دومشون این است که در جایی که قرار دارن کار میکنن از همون وظیفه محروم نشوند، چون که اون وظیفه به قول رزق و روزی اونها رو تأمین میکنند. اینها رزق و روزی را دیدن در همون وظیفه، فراموش کردن که کسی اینها را آفریده است. پیش از آفریدنشان سینه مادر اینها را پر از شیر کردن تا روزی اشان فراوان باشد و اون روزی هم از طرف خدا داده می شود، نه از طرف کدام یک مقام و کسی دیگری. و این خاطر اینها چون فکر میکنم خدا را فراموش کردن، خود را به نوع غلامی بنده قرار دادن. یک مثال میارم. فیل بچه‌ای که از کودکیش رام میشود و در دست خواجه به وای میرسد، فکر میکند که با این همه بزرگی وظیفه‌اش سرخمانه باربرداری و اطاعت صاحبش است، غافل از آن که با یک قدمش مجک خواجه را میبرارد، مجک صاحبش را میبرارد. این جوانان امروزه ما که طول 28 سال یک خواجه و یک نفر را در رأس حکومت دیده آمده اند، فکر میکنن تقدیر همین بوده است. دیگر سایه خدا بالای سر ما تا قیامت همین است. الها 1000 ساله شود و دائما در سر ملت باشد. مگر تماشابینان عزیز همین خیلی گپ های غلام طبعانه در شبکه های اجتماعی زیاد نشده اند؟ زیاد شده اند. جوانان گپشان همین شده است. پیشوا پیشوا پیشوا. پس ای ملت عزیزم، زمام حق و حقوقت را به دست بگیر. آزادگی را دوست دار و از غلام طبع خود را کنار گیر، وگرنه باز 7 سال دیگر نه 70 سال دیگر با همین احوال این سرخمیت را و این غلام طبعیت را به فرزندون نبیره و ابیرت میراث میگذاری. اینجا نهایت برنامه امروزه دیدگاه است. برای پیگیری بیشتر از برنامه‌های ما لطفاً به شبکه یوتیوبی پیام تیوی و کانال تلگرامی ما ابونه شوید. با امید دیدار در هفته دیگر.
خدا حافظ. السلام علیکم و رحمت الله. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام نقطه نت.